کف دستتون رو نگاه کنید. وقتی کف دست رو نگاه میکنید یکدیگر را حس نکنید. شما بدونید آگاه باشید ما و شما تقدیر داریم. اگر ما دعا نکنیم، نقشه نزنیم، پلان نزنیم، ما آرزو و هوس مقصدها نداشته باشیم، همون چیزی ما را نوشتن همون میشود. یعنی که یک چوبی که در دریا میزنه، دریا میبرش هر کجا خواهد و ساحلش میبرد، در کوهش میزنه، در سنگش میزنه، در پریوز در تگی آبش میبره، باز بالاش میبرداره. یعنی زندگی چنین آدمی که ندارد نقشه و مقصد در زندگی و ندارد مناجات و مناسبت، او مانند همین چوبی است که به هر کجا میره و این آدم به هر جای زندگی میرود. یک روز میبینی به این بلا گرفت، یک روز میبینی نقض از بالای آب، یعنی یک روز میبینی در ساحل است، یک روز در تگ آب است. یعنی که آدم را مقصد آرزو، هوس و مناجات و عمل در کار است که زندگیش دیگر کند. از آن جمله شفا یابد. برای شفا یافتن خداوند عملهای ما را میبیند. عمل سر میشود البته از آن که ما به تقدیر خود راضی میشویم و میخواهیم که احوالمان را بهتر کنیم. برای همین ما پناه به سوی خدا طلب میکنیم. از شر شیطان، از هجوم کفار، از ظلم و ستم، از سحر و جادو، از وسوسه، از آفتهای زمینی و آسمانی، از بیماری هایی که صحت نمیشوند ما پناه میطلبیم. از رنگ زرد شده ما پناه میطلبیم. از غم و اندوه دور و دراز ما به سوی خدا پناه میطلبیم. از ناتنجی و از جنگ و جدال و از کمبغلی و ناداری ما پناه میطلبیم و به نام خدای سر میکنیم که شفاکار است، شفا دهنده است، مهربانترین مهربانان است. و البته ما به نیت میشینیم و ما و شما که به نیت میشینیم، نیتی کرده ما سبب آن میشود که تگ دل ما کار میکند و ما روز تا روز به همان نیتمون میرسیم انشالله. و البته آرام شوید، خود را در بین معینه سر گیرید. خداوند آدم را عقل داده است و فهمیش، احساس داده است و آداب و بسیار چیزهای دیگری داده است که آنها را ما پر میکنیم و از همانا میگیریم. از همون چیزی که ما در درون خود پر کرده ایم زندگی ما ساخته می شود. پس امروز ما انمی هفته که گفتیم 7 زینه‌ای که آدم از سیر میکنیم و از آنها تازه میکنیم آن چیزهایی که ما را ناراحت کننده هستند. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما که با خون میاد خود تبابت کنی بدن و پرتافته می شود به خون داروهای خودی بدن. داروهای عادی، داروهایی که در بدن ما و شما زیاد هستند و امروز آنها حاصل می شوند وقتی ما را خوش می کنند، تن بی درد می گردانند، فکرها را نیک می کنند، ما را پیش نظرمان تازه و ما را احسان می دهند و ما در زندگی کشایش کار می گیریم که ما رزقی وسیع پیدا می کنیم، مناسبت ها می سازیم و طبیعت ما درست شده. طبیعت به ما خیرخواه است و خداوند به ما کشایش کار داده. صحتی ما و شما سهر می شود و شفا را نصیبمان می گرداند. خداوند انا همان چوبی را که در بالای آب آفریده است و آن درخت بود و آدم را عقل داده است که انا همان چوب را کشتی کند و آن را قایق بزند و باز عقلها بزرگتر شدند و موتور شناندند آن کشتی را و کشتی اکنون میتواند هر طرفی که خواهد حرکت کند، حتی مقابل آب. مقابل جریان آب میتواند که حرکت کند. داده شوید به حالتی که شما را فرا میگیرد. حالت از حالت آرامی، حالت از حالت مخصوص معینه سر.
دم گیرید هم تن شما و هم روح شما. چقدر خوب و نغز و آزاد نشسته ایم. خود را ما تازه، روشن داده شده اید به حالتی که شما را فرا میگیرد. دم گرفته، روشن، خرسند. ما زندگی خود را با عقل میتوانیم دیگر کنیم. ما با عقلانه طبابت میکنیم، با عقلانه زندگی میکنیم و طبابت با عقلانه که شد سبب شفا میشود. زندگی با عقلانه که شد سبب پیشرفت و زندگی خوب میشود. آیا برای ما و شما مثال نیستند دولت‌های پیشرفته که در اساس علم راسیونالی این چیزها را به دست درآوردند؟ شما هم بدانید شفای شما، طبابت شما هم میتواند سببش همین چیزی عاقلانه باشد. طبابت عاقلانه، نگاه عاقلانه، فهمیشی که ما و شما آن را میکنیم و امروز شما میتوانید بفهمید و درک کنید. نیست بیماری که دکتری آن را نداند و درباره آن میداند، ولی طبابت آن البته از سه وابسته است. یکی از دکتر، دیگری از شما و سومی از تقدیر. آیا اجازت می شود که این انسان شفا یابد یا نه؟ اگر شما می دانستید که در دکتری می توانید طبابت گیرید، همونجا طبابت می گرفتید. ولی که شما رو در کار بود که خودتان اشتراک کنید و امروز فهمیدید که باز اجازت از شعور کیهان لازم است که ما و شما شفا یابیم. پس بشینید درست و آزاد و به سخنان ما گوش دهید. سخنان ما شما را آرام، آسوده و به دنیای دیگر وارد میکنند. دنیای آرامی، دنیای مخصوص معنی سر. یک قوه جاذبه از بدن میگذرد. یک نوری تازه کننده از جانب آفتاب وجود ما را تازه و روشن میکند. همه فکرهای بد میبرد، احساسهای منفی را نیست میکند و ما و شما حس میکنیم که یک خرسندی در تگ دل ما پیدا شده. فکرهای ما میگویند من میتوانم صحت باشم اگر سخت بخواهم. من سخت میخواهم که سالم باشم. برای خودم، برای دیگران منفعت میارم. بدن خود را حس کنید. یکم زینه‌ای که ما و شما با آن روبرو میشویم این بدن ما هست. شدت بدن برهم دهید. داروهای حاصل میشوند در بدن شما که سبب شفای شما میشوند. تنه شما از هر گونه بیماری ها انشای خدا خلاص میشود. چه بیماری که در گزک است، چه در تار عصب است، چه در دل و گرده، ستون مهره و هر کجا که باشد. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما که با وقوع میاد خود طبابت کنی بدن و پرتافته می شود به خون داروهای خودی بدن. داروهای عادی، داروهایی که در بدن شما زیاد هستند. در پس پرده بسیار کارها می شود. ما نمیدانیم، ولی موجهای واردی بدن ما می شوند که سبب شفای ما هستند. و قوه های در بدن ما و شما کار می کنند که گریه ها را می کشایند و سبب برطرف شدن مشکلی های ما و شما می شود. مردم این موجها را فرشته می گویند و موجهای بد را شیاطین می گویند. شما چنین کنید که موجهای نیک را در خود حس کنید که آنها روشنند، آنها گرم و آنها نرمند و البته قوه های بد از شما دور می کنند. داده شوید با حالتی که شما را فرا میگیرد. حالتی است حالت آرامی، حالتی است که بدن داروهای خود را حاصل میکند، گردش خون درست میکند. شما در همون جاهای دردمند خود و ناراحت خود گرمی حس میکنید. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما. چقدر خوب و نغز نشسته اید. آرام و آسوده اید. شما احساس خود را میبینید در درون خود. این چی نارضایی باشد، این چی دردی
درونی باشد یعنی که روانی باشد. این چیزی است، این ترس است، این هراس است، هر چی که در باطن است آن را حس میکنید. شاید شما محبت بینید در درون، محبتی کهنه شده. شاید شما همدردی ببینید، شاید شما دلکشالی به چیزی حس کنید. این عالم احساس شماست. یک نور روشنی کننده، یک نور روشنی کننده بخشش و مهر، امید و باوری درون ما را تازه میکند. ما امید داریم، شیطان ناامید است. مومن را نشاید ناامیدی، میگوید خداوند عظیم الشأن. از ناامیدی بسا امید است پایانی، شب سیاه سفید است. بدانید که خداوند گفته است که هر مشکلی به شما میشد، پس آن راحت است، پس آن حلاوت است، پس آن سلامتی است. داده شدید به حالتی که شما رو فرا میگیرد. حالت آرامی، حالت مخصوص معینه سر، حالتی که احساسهای منفی، ترس، هراس، سیاهی دل همه تازه شده ایستاده است. روشنی مهر، روشنی باوری، روشنی بخشش وجود ما را فرا گرفته است. خداوند این خصلت دارد که میبخشد. اگر شما میخواهید که این صفت در شما شود، شما هم آدمایی که به شما زیان رساندند، یا از نادانی یا که از با عقلانه، شما آنها را ببخشید، سر دهید. آنها میروند، صورت آبراز آنها، حتی آدمان گذشته ما، یعنی کسانی که از ما مردند، آنها را هم سر بدهید که عالم خود بروند. مانند یک کس خیر خوش کرده پشتش به ما میگرداند و میرود. ما سبک شدیم، راضی هستیم به تقدیر خود. خداوند از ما راضی می شود، قلب ما آرام می گردد. ما فکرها را می بینیم که میان هرچی گفتن میگیرن، ما گوش نمی کنیم. فکرها هم می روند، در سر خالیگی فاره هم پیدا می شوند و سر خالی خود را ما پر می کنیم از فکرهایی که به ما در کار هستند. صحتی، سالمی، باوری، قدرت، قوت، نامهای خدا را ذکر کنید. حس کنید که چطور شما تازه شده ایستاده، چطور باطن شما تازه شده ایستاده است. فکرهای نو، امروز مهمانی نو دارید. دم گیرید، هم تن شما و هم روح شما. داده شوید به حالتی که شما را فرا گرفته است. حالت آرامش، حالت مخصوص معینه سر. دنیای زیبا، دنیایی که ما و شما را احاطه کرده از پیش نظر می آید. ما می بینیم خودمون، صحتی خودمون. ما جاهای کسل خود را با ریزینکه گویا تازه کرده از سر نو می کشیم. یا که ما در یک آینه خود را می بینیم و خود را از سر نو می کشیم، تازه، روشن. بیماری ها و افلاسی ها، تاریکی ها، همه ناراحتی هایی که در ما و شما بودند، ما و شما را ترک می کنند. وجودی ما را ترک می کنند. قوه نو، فکرهای خوب. یک فکری پیدا شده است که من صحتم، من می توانستم صحت باشم. یعنی امید، فکری امید بخشنده، یک فکری که شما را قوت می دهد، صبر می کند و شما می توانید از جمله چنین کسان باشید، صحت، سالم، با فرهنگ، با آداب. همه قوه های بد، همه سحر، همه جادو، هر چیزی که شده بود با شما، گشاده شده شما را ترک می کند.
چون که کسی قوت نوری روشن الهی را ندارد. میگریزند. ما بازم بیماری های داریم که می آیند و وقتی که این نور از بدن گذاشتن میگیرد، آنها طاقت نکرده از طبابت می روند. وای بر حالشان. کاش که می نشستند و تازه می شدند. این برای آنها بهتر و خوبتر بود. رزق وسیع، مناسبت با خویش و تبار، رفت و آمد را سر میکنید. خویش تبار را خبر میگیرید، میدونید و میبینید حالا کسانی که برای شما عزیزند، آنها را دوست میدارید، آنها برای شما خویش و تباری نزدیکند، آنها پیش نظر آمده، با آنها رفت و آمد کنید، احوال پرسی کنید. اگر بین آنها کسی باشد شما را خفه کرده باشد یا شما خفه کرده باشد، بخشش پرسید. آن رزقی که به آدم میآید از جانب خدا بسنده است به او. فقط آدم آن را نادرست تقسیم میکنند. امروز شما رزق خود را درست تقسیم کنید. سلامتی و دانش، دنجی و امانی خانه و پسان نفس خود را تقسیم کنید. رزق را اول نفس را نمانید. اول سلامتی و دانش است، امنیت است و خانه و در دنج. شما آفتاب را حس میکنید که نورپاشی کرده درون ما را روشن میکند، کسلی های خنکی را برهم میزند. شما خاک را حس میکنید که ساختمان بدن ما درست میشود. همه سیاهی و ازمینی، همه ناراحتی به خاک رفت. شما نفس حس میکنید که هر بار نفس میگیرید سبک شدن میگیرید. سلام بر توی آفتاب، سلام بر توی باد، سلام بر توی آب، سلام بر توی زمین. خدای من و شما الله است. طبیعت ما دگرگون شده. ما اکنون 4 عنصر رو برابر میکنیم. مجاز ما معتدل میشود که سینای بزرگ میگفت مجاز معتدل صحتی است. و شما حس میکنید خدای خویش را. اول البته ما از خدا میترسید از خدا و از دیگران در امان باشید، چون که او تقدیر سازی ما هست. ولی خداوند مهربان است، بخشاینده است، مهربان ترین مهربانان است. مهر خدا را حس کنید در خود و دعا کنید. از خدا پرسید آنچه که میخواهید، ولی دعای بد نکنید. دعای ما شنیده می شود. میدانید هرچی که انسان از دل میگذراند مستجاب می شود. این از جانب خدا است. شکر خدا میکنیم وطن اینجا امن
روز تا روز بهتر و خوبتر شدن میگیریم. سلامتی روز تا روز بهبودی میشود. حس میکنید، میبینید، میفهمید، درک میکنید و مردم رو به صحت سالمی دعوت میکنید. هر بگاه همین سکوت بعد شام میکنید و هر وقت بخواهید باز میکنید. و این برنامه ریزی معنی سری شما است که امروز شما توانستید به حالت بیایید که 7 سینه خدا گذارید. ذره خداوندی را در وجود خود حس کنید. برای همین انسان است. برای همین آدم انسان است که همین ذره را دارد. هر که بیدار کرده انسان می شود. با صحتی و سالمی و وقت خوش به خواب نغز شب به خواب بینی که به شما خبری خوش میاد. هر سحر دم گرفته و روشن و خرسند زندگی را دوست می‌دارید، کار و فعالیت می‌کنید، صحتی را می‌بینید و البته با مردم خوب همشین و همخیز هستید و صبر و طاقت می‌کنید در مشکل‌ها و می‌گیرید آن چیزی که برای شما نصیب است. از قضا و قدر می‌آید. با وقت خوش، با دل خرسند و صبح‌های تازه، دنیای زیبا و رنگین که دنیا را رنگ کرده باشد، مردم مهربان، زندگی آسان، آهسته چشمان خود را روح شما روح شماست و روح ما روح ماست می‌گشایید. نفس میگیریم و نفس میبریم. نفس میگیریم و نفس میبریم.